با مقصد بلند برداشتن معرفت اکولوژی در شهر ترسونزاده از طرف شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. برگزاری عکسی ساحل، تازگی محل و شنانیدن گل و بوته‌های آرایشی از جمله تدبیرهای به شمار می رود که بهر آبادی وطن عزیزمان پیش بینی گردیده است. شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده سالیان زیاد می شود که برای نگهداری ثروت‌های طبیعت، حیوانات و پرندگان نادر و تازگی محیط شهر کارهای نظررس را به سامان می رساند. از سال 2009 اینجانی با تشبث شعبه حفظ محیط زیست در جماعت‌های دهات و محله‌های شهر عکسی تازگی ساحل برگزار می شود. در شهر ترسونزاده اویدی بالان برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان شهر ترسونزاده از طرف شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده کارهای نظررس به سامان رسانیده شده است و اویدی این برنامه کارها رفته ایستاده است. با مثال گفته می توانیم که قریب هر یک شهروند شهر ترسونزاده علاقه میداند که پرتافتن پرتو یا نبریدن درختان یا به نگاه داشتن حفظ محیط زیست را رعایت کند. برای همین از طرف متخصصان شعبه ما کارهای نظارتی برده می شود و کارهای تبلیغاتی که از طرف ما برده می شود این خیلی هم فعال می باشد، چون که در شهر ترسونزاده وسایل اخباری عامه خیلی هم رشد یافتگی. در شهر ترسونزاده تلویزیون محلی تیویریگر فعالیت دارد، رادیوی صدای آسیا، روزنامه‌های دیاری ترسونزاده، هدایت، علومین تاجیکستان می باشند که در این مجله و در این در مجموع در اوید واسطه اخباری عامه کارهای نظررس رفته ایستاده است. همه ساله در تمام جهان روز 5 ایون را روز همچون روز حفظ محیط زیست جشن گرفته می شود. در این روز تمام کارمندان این ساحه باید روح بولیده این روز تاریخی را جشن میگیرند. در شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده بخشیده به این روز اون چورابینی‌هایی که در نقشه گرفته شده بود برگزار کرده ایستاده است. اویدی تجلیل این جشن از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون جهان را سرسبزی از آب است اعلام کرده شده بود که من امروز با تمام مکتب بچگان تحصیلات عمومی شهر ترسونزاده اون نفرانی که اشتراک کردند، اون نفرانی که برای بهداشت حفظ محیط زیست در شهر ترسونزاده کارهای نمایان را اجرا کردند و آنها افتخارنامه، سپاسنامه‌ها، دیپلم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سپاسنامه‌ها داده می شود. بنابراین از فرصت مناسب استفاده برده و تمام اون نفرانی که برای عاقل و سالم نگاه داشتن حفظ محیط زیست کوشش به خرج میدهند تبریک کنم به این روز تاریخی که یعنی 45 سال پیش این روز از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول کرده شده است. عیدتان مبارک همکسبان عزیز. باید ذکر نمود که در آثارخانه مرکزی شهر ترسونزاده چاره‌بینی بخشیده به روز بین المللی حفظ محیط زیست برگزار شد. در آن نمایندگان کسب و کار گوناگون و ساکنان، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شرکت داشتند. همچنین اشتراکداران از دستاوردهای اکولوژی، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی، گوشه طبیعت زنده و دیگر نمایشگاه‌ها دیدن کردند. در رفت این چاره‌بینی قید کرده شد که اوید به پرابلم حفظ محیط زیست حکومت جمهوری تاجیکستان از زمانی به دست آوردن استقلالیت ملی با نظر داشت درک مهمیت مسئله‌های اکولوژی یکچند قانون‌ها را در رابطه با مسئله‌های افضلیتناک محیط زیست قبول نموده است. کشور ما همچون یک جزء جامعه جهانی به عضویت 8 کنونسیون سازمان ملل متحد اوید به مسئله‌های اکولوژی پذیرفته شده است. جمهوری تاجیکستان با مسئله گذاری و پیشنهادات مشخص در رابطه با حل مسئله‌های محیط زیست میان کشورهای جهان آبرو و نفوذ بلند کسب نمود. به خصوص تشبث نیکبینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به مسئله‌های آب از طرف جامعه جهانی دستگیری همه‌جانبه یافت. در فرجام به غالبان آزمون‌های رسم و انشای بهترین در موضوع اکولوژی مکافات پولی و افتخارنامه‌های شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده تقدیم کرده شد. باید گفت که رهبرت شهر ترسونزاده منتداری مقامات محلی را به شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده بیان نمود و نامبرده گفت که امروز کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده وظیفه‌های در نزد خویش گذاشته را سربلندانه اجرا می‌نمایند و برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان چاره‌بینی‌های سودمند را راه‌اندازی می‌سازند. استاد رهبر صالح اسلام‌الدین سهمی کلان داشت
و اون وظیفه‌ای که در وابسته به جشن گرفتن نوروز بین‌المللی به آن کس گذاشتیم با سربلندانه اجرا کردند و شما و کارمندانتان در اجرای وظیفه‌های دولتی کامیابی نو را تمنا می‌کنید. اکولوژیا و حفظ طبیعت قسمی جدا نشونده سیاست، اقتصادیات و افکار جمعیتی مردم گروی سالمی جامعه میباشد. سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به حفظ طبیعت برای نسل‌های امروزه و آینده همچون راهنما برای استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های طبیعی نادر و نوتکرار تاجیکستان در تمام قشرهای جامعه دستگیری همه‌جانبه پیدا کرده مقامات دولتی و غیر دولتی به خاطر عملی گردیدن نقطه‌های آن سعی و کوشش و جهد و تلاش فعالانه می‌نمایند. حکومت جمهوری تاجیکستان از سالهای نخستین صاحب استقلالی کشورمان به مسائل حفظ محیط زیست و اکولوژیا توجه اولین درجه ظاهر می‌نماید. سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان با جامعه عمومی بشری همراه بوده همچنین کشور عزیز ما نسبت پروبلم‌های گلوبالی جهانی بی‌طرف نمی‌باشد. صابر جان سعیدوف، سیفالدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.